یک روز یک کتاب خوندم که در مورد دختری بود که به اجبار به عقد مردی در می اومد و وقتی که حلقه رو دستش کردن به حلقه نگاه کرد و گفت هرگز گمان نمی کردم که آدمی بتواند از انگشتانش هم به دار آویخته شود و چه غمگین. و این جمله جرقه‌ای شد که منو به فکر واداشت که گاهی تصمیمایی که حالا به جبر یا به اختیار در زندگیمون میگیریم مثل داری هستن که تا ابد بهشون آویخته میشیم و هیچ راه خلاصی ازشون نداریم. و این جرقه شروع نوشتن فیلمنامه کفش های نقره‌ای بود که الان در جشنواره واید استرین به رقابت میپردازه. نامه اصلا در مورد ازدواج یا چیزهای این چنینی نیست، در مورد کاراکتریه که در جستجوی یک لذت ها و یک مقصدی هست که فکر میکنه مالا اوتوپیاش هست، ولی کاراکتر من میره دور میزنه و در انتها میرسه به جایی که شروع کرده و میبینه که همونجا مقصدش بوده، اون لذت هایی که نمیدیده. و جالبترش این بود که مخاطب های جهانی با این کاراکتر خیلی ارتباط برقرار کردن و من از این لحاظ خیلی خوشحالم. دیگه ای که برام جالب بود، من برای بازنویسی فیلمنامه کفش‌های نقره‌ای از دوستانم در فضای مجازی یک سوال پرسیدم که لذت‌های کوچیک شما چیست و جواب‌های عجیبی گرفتم، چون خانمی بود که میگفت که من لذتم اینه که بشینم چای بنوشم و یا لذت‌های کوچیکی که من به عنوان کاراکتر اون فیلمنامه‌ای که داشتم مینوشتم بهش توجه نکرده بودم. میخوام بگم گاهی چیزهایی در زندگی هست که ما نمیبینیم ولی لذت‌های اصلی همونجا، مقصدی وجود نداره، انگار همش مسیره و گاهی برای به دست آوردن چیزهایی که فکر میکنیم خب اوتوپیای ما هستن، آرزومون هستن، چیزهای مهمتری رو از دست میدیم. کاراکتری که داشتم مینوشتم مدتها زیستم و چیزهای زیادی کشف کردم. در واقع چیزی که فهمیدم اینه که زندگی مشاهده است. گاهی باید آروم بشینی، سکوت کنی و فقط مشاهده کنی. همون چیزی که کاراکتر فیلمنامه در آخر انجام میده. I prefer to speak Persian in this clip because the expressing the emotion of my story in another language was challenging and hard, and you can watch this clip with subtitle. Just finally, I wanna thank Widescreen Festival and jury and audience who wrote my script. Thank you.